سلام، من هانی نوری هستم، مدیر پروژه تیم تدوبه. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چه دسته از سایت هایی رو ما پیاده سازی میکنیم و کمکتون بکنم که سایت مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید. ما به صورت کلی سه دسته خدمات طراحی سایت داریم. یکی طراحی سایت از طریق قالب‌های آماده. این قالب‌ها از نظر هزینه‌ای که دارن قاعدتا مقرون به صرفه تر هستن، ولی در ادامه شما اگر بخواید که روی این سایت‌ها توسعه خاصی انجام بدین و یا سئو انجام بدین، قاعدتا مناسب این کار نیستن و صرفاً به عنوان یک پورتفولیو برای شما میتونه کارآمد باشه. مورد دوم طراحی سایت از نظر بحث اختصاصی بودن هستش که میتونه از طریق کدنویسی یا برنامه نویسی بر شما اجرا بشه، که اگر شما نیازمند این هستین که یک قابلیت خاص، یک آپشن خاصی داشته باشه سایتتون، میتونین از این دسته از سایت ها استفاده بکنین. ولی اگر سایت شما یک روند عادی و طبیعی داره، اصلا نیازی به این دسته از اجرای سایت ها نیستش. و اینکه از نظر هزینه و نگهداری هم این سایت ها هزینه بالاتری دارن به نسبت، و اینکه در ادامه اگر شما نیازمند سئو باشین، نیاز به دو نیروی متخصص دارین، یک نیروی متخصص سئو و دومی نیروی متخصص برنامه نویس. و قسمت سوم طراحی سایت با CMS ها هستش، مثل دروپال، پرستاشاپ، وردپرس، که این دسته از سایت ها میتونه در شکل و ظاهرهای مختلف و متنوعی برای شما پیاده سازی و اجرا بشه. همینطور میتونه توسعه های زیادی داشته باشیم ما از طریق این سایت ها، و همینطور میتونید به راحتی رو اینها سئو انجام بدین و برای اجرایات نیازمند هیچ یک از شرکت های حالا متفاوت نیستین و فقط میتونید شما با یک شرکت به خصوص کارتون رو در هر زمانی که باشه پیش ببرید. فرآیند طراحی سایت در تدوبه به این شکل پیش میره که ابتدا یک جلسه برگزار میشه و در طی اون جلسه نیازهای شما از طراحی سایت سنجیده میشه. در ادامه عقد قرارداد صورت میگیره و یک فایل پرسشنامه برای شما ارسال میشه و شما زمانی که فایل رو پر کردین برای ما ارسال میکنین تا برسیم به مرحله تایید طرح نهایی سایت. در اون مرحله با هم دیگه گفتمان میکنیم تا به یک طرح نهایی که مورد سلیقه و تایید شما باشه برسیم. و در ادامه وارد ما فاز طراحی از سمت ما میشیم که حالا اون طراحی زمانی که اجرا بشه برای شما ارسال میشه به عنوان طرح اولیه از طراحی سایت شما. قاعدتا یک سری اصلاحاتی وجود داره از سمت شما که ما همه اونها رو تماما انجام میدیم و اجرا میکنیم در واقع، و زمان تحویل نهایی به شما آموزش ها هم ارائه میشه و ما وارد فاز پشتیبانی میشیم. در ادامه شما میتونید حدود هزینه های طراحی سایت ما رو مشاهده بکنید طی جدول قیمتی که وجود داره در سایت و با کارشناسان ما تماس بگیرید تا آنها راهنمایی و کمک های خودشون رو در خصوص اجرای طراحی سایت شما انجام بدن تا بتونید بهترین انتخاب رو داشته باشید. بدرود.